بعد از مدت‌ها تبلیغ و دادار دودور درباره اجرای کنسرت جیپسی کینگ تو تهران، ته خط این یکی بادکنک نظامم ترکید و خودشون سر و ته قضیه رو اینطوری هم آوردن. پیچیدن صدای لغو یک کنسرت در پایتخت. حدود 1 ماه از انتشار خبر برگزاری کنسرت گروه جیپسی کینگز در تهران میگذره. حالا رسانه‌ها میگن این کنسرت به دلیل ندادن مجوز لغو شده. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در این باره به رسانه‌ها گفته پاسخ استعلام از اداره اماکن برای حضور این گروه در ایران منفی بوده، اما درباره جزئیات این موضوع توضیحات بیشتری نداده. البته تلاش ما هم برای دریافت توضیحات بیشتر از اداره اماکن بی‌نتیجه موند. هزینه‌های برگزاری این کنسرت رو که ارجمند پیش از این اعلام کرده بود اواسط خرداد به صحنه میره رو یک شرکت خصوصی تقبل کرده. دلیل نداره که ما بدون اینکه هنوز ابعاد یک موضوع رو بررسی نکرده باشیم بیاییم کاری رو انجام بدیم که همه تحت فشارن که من چون پول پرداخت کردم پس باید این کار انجام بشه. اینم دست و پا زدن یکی از مجریای تیوی ریش برای کسب مقام اول تو مسابقه چاپلوسی و بادمجون درقابچینی. این یکی داد میزنه که دوپینگ کرده. دیگه رهبری که مردونه بخوایم نگاهش کنیم، با انصاف بخوایم نگاهش کنیم، در کل دنیا بی‌نظیر بوده و بی‌نظیر هم هست و الان هم که علم به دوشی حضرت آقا که اتفاقات خوبی رو داره برامون رقم میزنه. ببینید مهره‌های فلک زده نظام به چه وضعی افتادن که حالا دیگه از خبرنگارای خودشون هم فرار میکنن. وقتی هم میری سراغشون تا یکم سوال پیششون کنی اینجوری میپیچونن. اگه بگیرینشون جایزه داری. بگیریدشون. فقط انگار این دفعه افتادن تو کوچه بنبست. آخه درب خروج از اون بره. آخر هر سال عملکردشو بررسی می‌کنیم. خلاصه ما هر چه دویدیم به مسئول نرسیدیم. در رفتن این مهره‌های رسوا از دوربین خودشون مثل در رفتن اون دزد ناشی میمونه که فکر همه چی رو کرده بود الا راه فرار. و حالا یه نوآوری آخوندی تو تیوی ریش که همه شوهای دنیا رو از دور رقابت خارج میکنه. سوال برنامه اینه که چطور میشه با نصف آب یک استکان وضو گرفت. خیلی خوب. ما این چفیه رو آوردیم که بندازیم اینجا. البته حاج آقا گفتن چیزی اصلا از آب نمیمونه. فکر کنم نه ذره اینجا دیگه حالا. ولی خب باشه زرن. ما رو ببین به چه کارهای انداختید. هنرپیشگی نکرده بودیم دیگه. عرض کنم خدمتتون که سعی بکنید زوائد رو همه رو از خودتون دور بکنید، یعنی که موانع رو. البته رسم نیست، نمیدونم کسی این کارو میکنه که تو تلویزیون مثلا روحانی رو بیارید وضو بگیره. تو برنامه‌ای که من بودم تا حالا من خاطرم نیست، ولی فکر میکنم آیت الله حائری شیرازی تو شیراز اون موقع که اونجا بودن یه دفعه این کارو جلو دوربین انجام داده بودن که این مقدار آبش دیگه یه استکان که نیست، یه لیوانه. یه لیوانه. همین کفایت میکنه آقا؟ همین اینقدر؟ بله میخوام بخورم. آها بله بفرم. نوشه جان. این حالا همون مقداری که ریختیم دیگه بس دیگه. همین یه بار؟ بله شسته شد دیگه. خب بعد شستن به چی میگم؟ همین که دست بر روی تمام صورت اونجایی که بعد گردی صورت بعد شسته در رستنگاه همون تا ذقن تا این پیشانی و جای مختلف شسته شد. خیلی نکته است. ما شیر آب هم باز می‌ذاریم. حالا شیر آب باز نذارن که به اندازه یه لیوان بخوام مصرف کنم. خب لای انگشتام. اما دیگه آب نمی‌خوام. نصف لیوان هم نشد. گفتم که نصف استکان میگیرم.
همه رو اثر رو بر ندارم. در انتها این شما و این رابطه چند حیوان بامزه با دنیای موسیقی. دیگه خودتون قضاوت کنید که کدوم حیوان بهتر از بقیه معنی ریتم رو میفهمه.